بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ تشکر جناب آقای انصاری، شما در پناه حق باشین. انجینیر مشتاق احمد هستم از مزار شریف افغانستان. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. آقای انصاری، من میخواستم یک سوال داشتم در این باره بود که من چند قبل که بحثم با شیعه رافضی بود که معتقد به این هستن که میگن که قرآن در نزد شیعه و میگن قائل به این نیستن که تعریف نشده و این تهمت نمیدن به اهل سنت و میگوین آدرس نماز دادن که در سنن ابن ماجه جزء 1 صفحه 625 شماره حدیث 1944 متأکد هستند که عایشه روزی از توضیح قرآن را یا از برگه قرآن در زیر تخت مانده بودن یا از زیر چیزی که بوده و از اون بوز یا گوسفندی آمد و خورده که در اون آیه رضای شیر یا چیزی که بوده و میگن که حضرت عمر رضی الله عنه معتقد به تحریف قرآن بوده. آیا نظر شما در این باره چی است؟ بله برادر از مشتاق احمد، ببینید آنچه که اهل سنت بهش اعتقاد دارن نسخ است و ما ننسخ من آیه. در قرآن کریم ما نسخ داریم. نسخ به این معنی است که گاهی اوقات آیاتی نازل میشد بر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از اون این آیت به اصطلاح برای یک مدت زمان خاصی بود، چون اون تدرج بود در تربیت انسانها، برای یک مدت زمان خاصی بود. الله سبحانه و تعالی این آیه رو نسخ میکرد و آیه دیگری نازل میکرد. به طور مثال سوره کافرون رو شما همه میخونیم در نمازها، چون سوره کوتاه قرآن کریم است. حکم سوره کافرون بعد از اینکه آیات جهاد نازل شد نسخ شد. نسخ چند قسم است. گاهی اوقات آیه کاملا از قرآن حذف میشد، آیه جدید می اومد. نمونه دوم این است که حکم آیه نسخ می شد، تلاوتش در قرآن می موند. مثل سوره کافرون در مکه نازل شده، میگه لکم دینکم ولی دین، شما رو دینتان، ما رو دینمون، ما به شما کار نداریم، شما به ما کار نداشته باشید. حکمش منسوخ شد با آیات جهاد. وقتی مدینه پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف بردن، آیات جهاد نازل شد، حکم این آیات سوره کافرون نسخ شد. نوع دیگر که هم تلاوتش نسخ میشه و هم حکمش نسخ میشه. متوجه شدید؟ بله. این انواع نسخ است. اینا به خاطر اینکه از این قضیه تحریف قرآن فرار بکنند میان اهل سنت رو متهم میکنن. مثلا میگن که خب در این سنن ابن ماجه اومده که اوراقی از قرآن بود یا آیات رضای کبیر بود در زیر تخت حضرت عایشه بود، بز اومد خورد. آیا مسلمان ها در مدینه غیر از مصحف عایشه رضی الله عنها دیگه مصحفی نداشتن؟ صحابه که قرآن رو حفظ بودن. وقتی که من گفتم اگر زمان حضرت عمر قائل به تحریف قرآن بوده، در زمان خلافت حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که خودش کاتب وحی بودن، چرا این مسئله رو یادداشت نکردن؟ ما تا زمانی که دولت صفوی لعنتی به قدرت رسید و ملا باقر مجلسی به قدرت رسید یا در اصل یک یهودی بوده که چند قبل یک برنامه BBC ما دیدیم که او اصلش برمیگرده مثلا از که خود امیرسحاق امین کلینی عالم دینی از که مراجع اصلا یهود بوده. آماده این مسائل بارها ما از حسن دیدیم و شنیدیم و الحمدلله باز دوستان ما متوجه شدن به مسائل که نباید به این مسائل دامن بزنن و به این نفس خودشان است. بخصوص امروز در افغانستان یا بسیار از دولت صفوی ایران یا تمویل میشن به نام خمس و سیره و ناموس از یاد برده رایستن. درست. انشاءالله امت مسلمه مجاهد قهرمان افغانستان چون در بارها برای دولت صفوی شدن که یا ملت مسلمان افغانستان متحد یک پارچه است و در برابر توطئه‌های رافضه شیعه‌گری از یا استفاده خواهد شد و انشاءالله این را یک روز از وطن عزیزمان نابود خواهیم کرد. انشاءالله. تشکر از شما برادر بزرگوار. شما را به پناه حق باشین. بسیار زیاد خوش شدم از وجدان شهیدان شما. سلامت باشین. همیشه معید و مسرور باشین. بسیار زیاد خوشحال هستم شما جوانایی را می‌بینم که به دین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت می‌کنین.
شما را الله در این راه ثابت قدم داشته باشد. موفق و معید باشید. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر برادر بزرگوار. من جا داره نکته رو اینجا اضافه بکنم. ما اینو با صراحت میگیم. میگن آخوندها که اهل سنت قائل به تحریف قرآن هستن، صحابه قائل به تحریف قرآن هستن. بیاید مباهله میکنیم با هم دیگه. نه مباهله به اصطلاح که در روبرو میان در دشت میرن مباهله میکنن. من همینجا میگم لعنت خدا و ملائکه و جن و انس بر کسی که قائل به تحریف قرآن است. تلبیس نکنید، نمیدونم زیر تخت عایشه بوده و نمیدونم فلان بوده، این حرفای مسخره کوچه بازاری رو نزنید. لعنت خدا و ملائکه و همه جن و انس بر کسی که قائل به تحریف قرآن هست و کسی که قائل به تحریف قرآن است جاودان در آتش دوزخ خواهد ماند، کافر هست، مرتد هست. در همین برنامه چند تاشون اومدن که دفاع بکنن از این قضیه. یک آخوند مرد بلند شه این حرف رو بزنه، بگه که هر کسی که قائل به کم شدن یا زیاد شدن قرآن کریم است کافر هست، مرتد هست، جاویدان در آتش دوزخ است. هرگز این کار رو نخواهند کرد. یقین داشته باشید این کار رو نخواهند کرد. چرا؟ دلیلش اینجاست. دوستان عزیز این صفحه رو نشون بدن. این کتاب اصول کافی، ثقة الاسلام اصول کافی، ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، کتاب فضل القرآن، آخرین روایت این روایت هست. ان قرآن الذي جاء به جبرائیل علیه السلام الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم 17,000 آیه، 17,000 آیه است. قرآنی که جبرائیل نازل کرده بود بر محمد صلی الله علیه و سلم. خب شاید بیان بگن که اینو آقای کلینی گفته، غلط کرده، گفته قرآن تعریف شده، ما اینو قبول نداریم، این روایت رو قبول نداریم. میگیم شما کی هستید؟ چی کاره هستید که قبول ندارید؟ هر شیعه‌ای که این حرف رو بزنه بهش میگیم تو چی کاره هستی که قبول نداری؟ جایگاه تو در مذهب شیعه چی است؟ اگر شیعه هستی، اگر نیستی با تو کاری نداریم. اگر شیعه هستی تو مجلسی هستی، کلینی هستی، مازندرانی هستی، چی کاره ای؟ آیت الله هستی، مرجع تقلید هستی. آقای علامهشون، شیخ الاسلامشون محمد باقر مجلسی در کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول که در شرح کتاب کافی نوشته، مرآت العقول در جلد 12 چاپ سال 1363 در ایران هم چاپ شده، در بازار سلطانی هم میتونید که این رو بگیرید، در جلد 12 صفحه 525 در مورد همین حدیث که قرآنی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده 17,000 آیت است، میگه الحدیث الثامن والعشرون موثق. این حدیث موثق است، این حدیث رو قبول دارند، نگفته ضعیف است، نگفته دروغ است. و در کتابهایشون میخواید من اینجا 24 ساعت متواصل برای یک هفته اگر من فقط روایت های اینا رو بیارم که در کتاباشون آیات رو ذکر کرده که این آیه لم یکن الذین کفروا والذین ظلموا آل علی، این آیه اینطوری نازل شده. آیاتی رو که فقط اینا در اثبات تحریف قرآن از کتابای خودشون براتون بیارم. کتاب نوشته فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، سید نعمت الله جزایری، همین کسی که براش بزرگداشت میگیرن در ایران، کسی که برای این شخص آقای خامنه‌ای ایشون رو یکی از ستونهای دین تشیع و اسلام میدونه. این آقا کتاب می نویسه در اثبات تحریف قرآن کریم. برای اینکه فرار بکنن از این قضیه میان چی میگن؟ بله بزی اومده و به اصطلاح آیاتی رو، برگای قرآنی رو که در زیر تخت ام المؤمنین عایشه صدیقه بوده خورده. خب این چه ربطی داره به تحریف؟ و میخوان خلط بکنن، تلبیس بکنن، تدلیس بکنن بین به اصطلاح نسخ که یک اصل قرآنی است و بین تحریف که علمای خودشون بهش اعتقاد دارن.
آه آه آه